سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این قسمت قرار این گوشواره‌های جذاب رو ببافیم. پس بریم که با هم شروع کنیم. متریال مورد نیاز: مروارید سایز 4 که شما میتونید حتی از کریستال سایز 4 هم استفاده بکنید. به این شکل کریستال تراش گرد سایز 4 یا اینکه از منجوق سایز 8 تو استفاده کنید. البته میتونید از مروارید، کریستال و حتی منجوق سایزهای مختلف استفاده بکنید که من اینجا از سایز 4 استفاده کردم. و اینکه اگه میخواین گوشواره هاتون به این صورت به صورت آویز باشه، حتما به 2 تا میخ گوشواره و 2 تا عصای گوشواره و 2 تا حلقه اتصال هم احتیاج دارید. اما اگه بخواین این تمشکی ها رو توی حلقه گوشواره هم میتونید قرار بدید که حالا با توجه به رنگ دلخواهتون طلایی و یا نقره‌ای میتونید استفاده کنید. مورد بعدی نخ هست که با توجه به سایز اون مهره و کریستالی که انتخاب میکنید سایز نختون رو هم انتخاب میکنید. برای سایز 4 من دارم از نخ نامری سایز 3 استفاده میکنم که اگر کریستال و یا مرواریدتون سایز ریزتری بود شما از سایز 2 به پایین میتونید استفاده کنید. پس سایز نخ با توجه به سایز مروارید و یا کریستال تعیین میشه. برای این 3 تا من میتونم از 3 استفاده کنم. برای وصل اتصالات هم میتونید از ابزار استفاده کنید که ابزار 3 کاره و ابزار سرتخت که بدون آج هست میتونید استفاده کنید به همراه یه دونه رینگ حلقه باز کن. برای شروع بافتمون من ابتدا 80 سانت نخ بر میدارم و 5 تا کریستال سایز 4 رو از اون رد میکنم. پنجمین کریستال رو به صورت مشترک میبافیم. ببینید نخ اول از این سمت خارج شده، نخ دوم رو از سمت مقابل وارد میکنم و هر دو نخ به صورت ضربدری از این کریستال خارج میشن. کریستال رو میگیرم، 2 سر نخ رو یکسان میکنم و کریستال رو به سمت پایین هدایتش میکنم. به این شکل یه گل 5 تایی داریم. این میشه اولین بافت ما. حالا ما باید روی تک تک این کریستال ها گلای 5 تایی ببافیم. الان یه دونه کریستال داریم. ما برای اینکه خونه 5 تایی ببافیم باید توی نخ سمت چپمون 4 تا کریستال بندازیم. 4 تا کریستال برمیدارم و 4مین کریستال رو با نخ قسمت پایین یعنی نخ سمت راست مشترک میکنم به این شکل. و کریستال رو به سمت پایین هدایت میکنم. دومین گل 5 تایی من بافته شد به این شکل. حالا من گفتم روی همه این کریستال ها ما باید گل 5 تایی ببافیم. دومین گل رو که بافتیم نخ پایین رو از کریستال بعدی رد میکنم. به این شکل نخم رو از کریستال بعدی رد میکنم. الان من اینجا 2 تا کریستال دارم، یکی از گل قبلی، یکی هم از گل پایم. پس برای اینکه بخوام گل 5 تایی ببافم به 3 تا کریستال احتیاج دارم. 3 تا کریستال توی نخ قسمت بالا که میشه نخ سمت چپ میندازم. این 3مین کریستال هست، با نخ قسمت پایین باید مشترک ببافیم. نخ‌ها به صورت ضربدری از اون کریستال بیرون میان. گل دوم هم بافته شد. حالا برای گل بعدی هم باز به همین شکل نخ قسمت پایین رو باید از کریستال بعدی رد کنم. به این شکل. حالا مجددا همین کار رو تکرار میکنم. 3 تا کریستال توی نخ سمت چپ میندازم و دوباره 3می رو مشترک میکنم. روی تک تک اینها همین کار رو تکرار میکنم.
مجددا نگاه کنید 2 تا کریستال داریم. توی نخ سمت چپم باید 3 تا کریستال بندازم و سومی رو مشترک کنم. 4 تا گل 5 تایی به همین شکل میبافم و پنجمی رو حالا توضیح میدم که چطور ببافید. به این شکل ببینید 4 تا گل 5 تایی رو بافتم. حالا برای پنجمی میام نخ قسمت پایین رو که میشه نخ سمت راست از 2 تا کریستال رد میکنم. از این کریستال پایین و کریستال بعدش. الان اینجا من 3 تا کریستال دارم. برای اینکه گلم 5 تایی بشه به 2 تا کریستال احتیاج دارم. پس 2 تا کریستال توی نخ سمت چپم میندازم و دومی رو مشترک میکنم. به این شکل. دومی رو با نخ سمت راست مشترک میبافم. نخ رو کامل میکشم. ببینید حالت کاسه‌ای به خودش میگیره. پس شد 5 تا خونه 5 تایی. یه 5 تا اول بافتیم و دور اون رو 5 تا خونه 5 تایی بافتیم. حالا نخ سمت راست رو از کریستال گل بعدی رد میکنم. برای اینکه بتونم بافت ردیف بعدی رو انجام بدم. پس نخ‌ها به این شکل از این 2 کریستال بیرون میان. الان 2 تا کریستال داریم. برای اینکه گلمون 5 تایی بشه باید توی نخ سمت چپمون 3 تا کریستال دیگه بذاریم. 3 تا کریستال برمی‌دارم و سومی رو با نخ سمت راست مشترک می‌بافم. دقیقاً بافتمون مشابه همون بافتای قبلی هست. ولی رو ما 2 تا کریستال از پایه برداشتیم و 3 تا کریستال انداختیم. برای بعدیا ما باید نخ سمت راست رو از 2 تا کریستال رد بکنیم. 1 کریستال از این گل پایین و 1 کریستال هم از گل بعدی. به این ترتیب ما باید 3 تا کریستال داشته باشیم. 1 2 3. حالا برای اینکه گلمون 5 تایی بشه باید توی نخ سمت چپمون 2 تا کریستال بندازیم. و دومی رو مشترک ببافیم. تمام این گوی خونه های 5 تایی هستن. برای خونه بعدی هم نخ پایین رو از کریستال بعدی و کریستال گل بعدی رد میکنیم. یعنی در کل از 2 تا کریستال رد میکنیم. الان 3 تا کریستال قسمت پایین داریم. 2 تا کریستال توی نخ سمت چپ میذاریم و دومی رو مشترک میکنیم. به همین ترتیب تا یه دور کامل این کار رو انجام میدیم. دومی رو مشترک میبافم. بعدی هم باز به همین شکل از 2 کریستال نخ قسمت پایین رو رد میکنم. کاملا مشخصه که از کدوم کریستال ها باید رد بکنید. چون تمام این بافت با گلای 5 تایی هست. 2 تا کریستال انداختم و دومی رو مشترک کردم. به این مرحله از کار که رسیدیم باید نخ پایین رو از 3 تا کریستال رد بکنیم. 1 کریستال میشه کریستال گل بعدی، 1 کریستال میشه کریستال گل 5 تایی بعدی و 1 کریستال هم میشه کریستال اولین گلی که بافته بودیم توی این ردیف. پس میشه از 3 کریستال باید رد بکنیم. 1 2 و 3 کریستال. نخ رو کامل میکشیم. الان با اون کریستال اولی که نخ سمت چپ ازش بیرون اومده ما 4 تا کریستال داریم. برای اینکه گل 5 تایی ببافیم باید یه دونه کریستال توی نخ سمت چپمون بندازیم و با نخ سمت راست مشترک کنیم به این شکل. به این ترتیب کامل این گوی بسته میشه. حالا میام این نخ‌ها رو بدون که کریستال بندازم به این شکل. نخ سمت راست رو از این کریستال ها رد میکنم و نخ سمت چپ رو از این کریستال رد میکنم.
فقط برای اینکه کارم محکم بشه. و نخ سمت چپ رو از کریستال بعدش رد میکنم. حالا برای اینکه کار محکم بشه میام نخ سمت چپ رو به این شکل از کریستال بعدی هم رد میکنم و نخ رو کامل میکشم. دوباره نخ رو از بین کریستال ها رد میکنم. از کریستال بعدی هم رد میکنم و میرسونمش به نخ سمت راست به این شکل. دقیقاً این دوتا نخ روبروی هم در اومدن. یکی از نخ‌ها رو، حالا فرقی نمیکنه هر کدوم که مایل بودید، از اون کریستالی که بیرون اومده مجددا نخ رو از همون کریستال داخل میبرم. به این شکل یه حلقه ایجاد میشه. میخوام گره مخفی بزنم. از همون کریستالی که نخ ازش بیرون اومده دوباره نخ رو برمیگردونم، یه حلقه ایجاد میشه. نخ مقابل رو از اون حلقه رد میکنم. این همون بافت گره مخفی هستش. برای اینکه کارمون محکم بشه این بافت رو انجام میدیم. نخ سمت چپ رو میکشم و از هر دو سمت نخ رو میکشم تا اون گره توی کریستال قرار بگیره. حالا شما دوباره میتونید این کار رو تکرار کنید. دوباره نخ‌ها رو بچرخونید بین کریستال ها و این بافت گره مخفی رو انجام بدید. این کار کمک میکنه که بافت محکمی داشته باشی و دیگه نخ‌ها باز نشن. ببینید نخ‌ها رو دقیقاً مقابل هم میاریم. هر کدوم از نخ‌ها رو که مایل بودید از اون کریستال خودش داخل میبریم، یه حلقه ایجاد میشه و نخ مقابل رو از توی اون حلقه رد میکنیم. به این ترتیب نخ رو کامل به دو طرف میکشیم تا اون گره‌ای که ایجاد شده توی کریستال قرار بگیره. اضافه نخ‌ها رو قیچی میزنیم و به این شکل گوی ما آماده میشه که شما میتونید با استفاده از این میخ‌ها که قبل از اینکه این کار رو کامل ببندیم بهتره که این میخ‌ها رو رد بکنید. میخ رو بردارید، یه دونه مروارید ازش رد بکنید یا کریستال به این شکل و قبل از اینکه اون بافت کریستال آخر رو انجام بدید و کار رو ببندید این میخ رو داخل کنید و بعد کار رو محکم ببندید و بعد بیرونش رو هم یه دونه مروارید بندازید و قسمت بالاش رو حلقه کنید. و یا اینکه به همین شکل یه دونه میخ بردارید، یک کریستال ازش رد کنید و به این شکل از یکی از خونه ها رد بکنید، از خونه مقابلش در بیارید، دوباره یه دونه کریستال بندازید و قسمت بالا رو حلقه کنید. به این ترتیب هم میشه. تقریبا به اندازه 1 سانت از میختون نگه دارید و بقیه رو با سیمچین بچینید و یه حلقه بسازید. به این ترتیب یه دونه حلقه میسازیم و به قسمت بالا میتونیم یه دونه پایه گوشواره وصل بکنیم. حتی میتونید از میخایی که قسمت پایینشون حلقه داره استفاده بکنید و برای قسمت پایین باز بهش شرابه وصل بکنید و یا از همین میخای سرتخت استفاده کنید. برای مدل بعدی میتونید از این حلقه‌های گوشواره استفاده کنید. به این ترتیب از یه دونه از خونه‌های 5 تایی این حلقه ها رو رد میکنیم و از خونه مقابل بیرون میاریم. ببینید از هر خونه‌ای که وارد کردید از خونه مقابلش بیرون میارید و به این شکل میتونید یه دونه یا چند تا از اینها رو توی این حلقه های گوشواره قرار بدید. حالا فرقی نمیکنه، هم از این مدل حلقه ها میتونید استفاده کنید هم از مدل پیچ. به این شکل از یه خونه 5 تایی ردش میکنم، از خونه مقابلش بیرونش میارم. تنوع این کار هم خیلی زیاده. توی رنگ بندی های مختلف میتونید این گویه ها رو آماده بکنید. این کار توی گوش خیلی خیلی زیبا میشه. حتما این کار رو ببافید، چه به صورت آویز باشه چه با این حلقه های گوشواره. تنوع کار با این گویه ها خیلی زیاد هست. توی مدل بعدی که معمولا برای گردنبند میتونه استفاده بکنیم، با استفاده از یک زنجیر از یکی از این خونه‌های 5 تایی زنجیر رو رد میکنیم. حالا هم میتونه از خونه مقابلش زنجیر رو در بیارید هم از خونه کنارش. به
به این شکل میتونید ستای زیبایی رو باهاش بسازید. ابتدا و انتهای زنجیر رو هم که قفل توتی و حلقه اتصال وصل کنید. بهتره که زنجیرها و اتصالاتتون همه یه رنگ باشه که یه ست زیبایی رو بتونید بسازید. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشید. لایک و کامنت یادتون نره.